امروز روزی من بوده است. گپ را دراز نکن. کلان را زیر کن. با کیف و صفا زیر میکنم. به فکرم این کار مردانه انجام می‌آمد. نباشد میپرونم. با شما میگویم جدا شوید. جدا شوید. بقیش عملیات را شروع کنم. صبر کنید. اول با اکبابا مصلحت کردن لازم. جیگید حرکت نکن. دوستان دکتر حفیظ، باباگی فرصت از کاری رو تمام کنم. دستهایت رو بالا کن نباشد میپرونم. دوستان اگر اتکاس می‌دارد ریشه این جنایت خوش بشود. بفهمید. و شما گفتم دستهایتان را بالا کنید. دیکاس تو باید بمیری. بیا بردار. تستر دستها به بالا. گذر این طرف. گذر. جیگید دستهایش رو بند. زودتر. دست رو دراز کن. چه شد مندو؟ این صدای سلاحی کی بود؟ بیکس سر دارم اون طرف تیره شد. رفتیم. بیکس! همه کار طبق نقشه کشیده‌ام شد اکبابا. یگید انجمن را نابود کرد. پیشگار و عضوای انجمن را کشت. ولی پلیس اینجاست. با اگر خبر را رسونید. نقشه نیز کردنی انجمن موفقانه به انجام رسید، اما با دقت شو. نباید کسی از آدم‌های زنده ماند. پیاده نگریز بیکس. دیگر مکانی رفتن نداری. رفیقانت همه مردند. تو را همه یابند. غیر از من کسی تو را محافظت کردن نمیتواند. بیکس میگریزد. مسئله را حل کنیم. نه، پلیس فهمت همه رو برباد میدهد. تماشا کرده برگردید.
یگید رو میبرارم. اکنون قناعتمند شدی؟ نهایت مرا دستگیر کردی، دستان مرا بند کردی. من تو رو به این احوال نیاوردم. تو آدمی خشمالود شدی. اگر عدالت شما میخواسته که همین باشد من تسلیم شدم. در محبس من پوسیده میرم امو. تو باشی بس مشاهده میکنی. تو چی ها میگویی؟ چی ها میگویی؟ در این حیات از همه شخصی دوست داشتم تو بودی، یگانه دوستم هستی. کفایه است سرکمیسر. دلم خون میگیرد برای تو. اما دل من گریه نمیکند. با خود افتخار میکنم دوستم. این سرزمین را از یک حرامی پلید پاک کردم. مردم میتواند راحت بخوابد. همه‌تان محبس یا آزادی، زیر خاک یا روی زمین دیگر با من فرقی ندارد. دیگر یگان چیز برایم معنا ندارد. اکا انتظاری فرمانی تویم. یک لحظه. پلیس ها یگید را با بیرون میبرند. یگید در اینجا میباشد. منتظر فرمان شما هستیم. عملیات را آغاز کنیم. تنها خودم قرار داده نمیتوانم. باید اگر ترو پرسم. آخر وقتمان بسیار کم است. منتظر شوید. لبای گوش میکنم. یگید حالا در زیر چه هنگامون است؟ اما من باید این کار رو تصدیق کنیم. پوشیم. اگر از این کار با خبر هست یا نه نمیدونم. حالا در راه است. اگر امکانیت باشد یک زنگ زنید. مرحبا جناب. یک عملیات مهمی هست. پلیس یگید را دستگیر کرد. حالا آدمان ما آنجایند. انتظاری فرمان شماییم. کارش رو به انجام رسانیم یا نه؟ برای شما، برای دوستانم، با مهر و محبتی که به تو داشتم خیانت کردی. من هرچی کردم محض برای دوستانم کردم. برای تنتنه عدالت خودم را فدا کردم. گپ رو دراز نکنید. بس کنید. اکی ثابت این خودش چی گپ؟ یگید را دستگیر کردم. اکا وقتی بسیار نداره. کمتر پس او را با ماشین سوار کردم میبرند. نمیبینی من هم انتظار خبرم. خوب شده سردارم. فرمان داد که باید از روی نقشه اوله کار کنید. واتوس حالا در آنجایید؟ بله همون جای مکبابا. انتظاری فرمانه. فهمیدم مکبابا. چی کار میکنیم؟ عملیات را قطع میکنیم. یگید زنده میموند؟ نه. تا با محکمه در آمدن صبر میکنیم. تا با آخری عمرت در محبس میستی. آیا تو این را میخواستی؟ آیا در کنج محبس پوسیده رفتن میخواهی؟ اگر این باشد مرحمت به مرادت رسیدی. اگر من این کارو نمیکردم چقدر آدمان بیگناه نابود میشدند. سرکمیسر بس کنید. بس. سرکمیسر ایستید. آرام شوید. ای بس سرکمیسر آرام شوید. بس است. آرام شوید. شما چیکار کردید ها؟ در این حادثه ها غیر از تماشابین بودن از دستتون چی آمد؟ دم بگو. آرام شوید. اگر تا نمیخواهد که این عملیات در نزد چشمان این پلیس ها به وقوع آید کاری او را در محبس تمام میکنیم. فهمیدم. رفتیم. تا آخر عمرت مثل موشا پنهان میشوی پیکس.
از تخمینی کردم با قوتر بوده این نجیب. نجیب مرا تو حال نشناخته ای. اصلا تو مرا نمیشناختی. من با آسانی دست نمیدیم. من تو یک وعده داده بودم. خاطرت هست؟ چی بوده است؟ کمی فکر کن. آخری موسیم ما میخوریم گفته بودی. پیکس دویدن گساله تا کهدان کس تو تسلیم شو. نجیب مرا با محباس برده نمیتوانی. باز هم وقت داری. پس تا جان نبارد این خصلت تو گم نمیشود. رگرد. رفیقان دست اینها رو بندید. اطاعت سرکمیسر. خصوصا دست آقا خیری رو. خدای توبه. ممدو سرکمیسر آیا ممکن است که فهمم ما چی گناه کردیم؟ یاردم و جای خواب. چی خیله؟ با کی یاردم داده؟ با کی جای خواب داده؟ من هم حقوقهای خود را دارم. من ادوکات میخواهم. داماد رو گیر. آشه همه شما از حساب انداز سپرده من است. نباید با ما چنین رفتار کنید. تو چی کار میکنی؟ انداز میسپاری ها؟ مرا دیوانه نکنی اوزی. از مغازه خرید کرده چه کم رو گرفتم میبینم اندازشو میگیرن جانم. سردارم میآید برای ما تنفاق و بخورد. انا بینید که را یافتم. گروه آنها پر شد. اینها رو برای چی دستگیر کردیم؟ با امنیت میبریم سردارم. یگان دلیل دارد؟ عین حال نه. نباشد هر درشان را آزاد کنیم. لیکن سردارم ممدو چیزی که گفتم آن را بکن. در اینجا بودن اما خوشحالیم. ایگه در کجایی که باشد ما هم با آنجا می رویم. بسیار گرم نزنید عالی جناب ثابت. نوبت تا هم می آید. تستر از اینجا گم شوید. گم شوید از اینجا. تستر رفتیم خیری. هر دیشون را با ماشین سوار کنید. می رویم. با آقای داستان خبر ده. شاید در جای حادثه تحقیقات گذراند. خوب شد سردارم. ایگید ما همیشه با تو هستیم. ایگید تا دمی مردن یک جا هستیم. اگر لازم شود هم با حبس خانه نزدت میرم. راست میگویم. انشاءالله که باز وا میخوریم. در فکرم نجی سردار و سرت رو خوب سیله کردند. تشکر مرا دوست می‌دارد. انشاءالله به یک حبسخانه میرفتیم. من هم همین خیلی امید دارم. کارم رو نیمکالا کردن نمیخواهم. من هم. اگر ممدو نمیامد تو را مثل آن حیوانهای دیگر سزانده میکشتم. مرا گوش کن. در حق پیسگار این خیلی نگوی. خدا شگاه عیب است عیب. حالا هر دیتان مسافر یک راه می باشید. باید شما یک دیگر رو مدد کنید یا این کارتان و شما خوشایند نیست مگر. های 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 عجایی. ای اکی صوبی دیگر سرکمیسری گید نیست. اکنون چیکار میکنیم؟ با چیکار دست میزنیم؟ تنها مونده. تو رو نمیدونم اما من باز کار دارم. مسئله ارزو؟ بله حسابی کارهای کردهش رو میدهد. چیکار میکنید راید از اینجا؟ برادر ما به شما دعوتنامه داده بودیم ها؟
شما کیستید؟ چی میخواهید؟ شما با ما میروید. مرا و توز میگویند اکای ثابت. با من شوخی نکن. بازی نش سرکت دردی آنها را با ماشین سوار کنید. سربیت مرا چی گفت هستا؟ ای کیلومتر هری زودتر ماشین سواری میکنید. برادر مرا سرده. اکا شما کیستید؟ چی میخواهید؟ چیکار میکنید؟ افلاسی ها را تازه میکنید. خیلی افلاسی. خیلی افلاسی. من سر و بدن رو تازه میشیم برادر. آنها را برید. بس کن راه کرد. برید. ثابت و خیری با ماست. شما چیکار کردید؟ کایا مینیک و دیگران را دستگیر کردید؟ همه‌شان در مکانشان جمع آمدند. هر سهشان نقشه دارند که به خارجه گریزند. نگذارید که گریزند. همه‌شان را دستگیر کنید. اطاعت سردار. میروید. فرمان و تاز میباشد. در آمده همه‌اش را دستگیر میکنید. حجت بدن اومدن نیست، آنها بر اومدن. چیپته های هواپیما را گرفتم. شناسنامه ها هست؟ بله هستند. در نقشه نیز شدنی انجمن نبود. حالا باشد همون میسوزه. حتما از قفایمون میپویند. کاش که پیسگار و پیکس اینجا میشدن. ای عزیزم وقتی که پیکس بود از کسی نمیترسیدم. بس اکنون همش در قفامون. باید زودتر به فرودگاه رویم. بیا میرویم. اینا کیستند؟ شما را با فرودگاه ما میبریم. شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ ما محافظان میباشیم. آمدیم که شما را ببریم. به کجا میبرید؟ گفتم که با ما میروید. با گمانم که خطا کردید. یگان خطا نکردیم. گفتم که با ما میروید اما با فرودگاه نه. بیاید میرویم. زودتر باشد شهر بچه ها. زود از اینجا میروید. ایسته من دستوری نمیترسم. من گفتم که نور هم باشم. بیاید تستر بیاید. شما نگاه میکنید کجا میبرید؟ آنها با کجا میبرید؟ ایسته تستر دارید. هر دیشان را با قفا بزنونید. سرم را ساته استان میترایم بودنی. مرا با دیگر ماشین میبردید خوب نبود مگر؟ چی شد؟ زر و زیورت میریزد. مراتبه دیگر باید بیار برایت ماشین لیموزین بیارم. گپ در سر این نمی رود. من با این قاتل در یک جا بودن نمیخواهم. پس تو کی میباشی در اینجا؟ فکر میکنم بابای برفی. من او بر این قاتلانی رزیل و بیشرف را زنده نمیماندم. دیگه فرقش نیست کی را میکشی. مهم این که چی کشتی. چی کشتم؟ قانون را ویران کرده میکشی. خلق را در کرسی بسته از تاری سرشان با پرمه سراخ میکنی. این است مردی تو؟ بله کردم. بسیاری آن شخصان آدم های تو یا اینکه تروریستان خونخوار بودند. لازم شود باز هم میکنم. در کار شود باز هم میکنی؟ بعد یک عمر در محبس میخوابی همین خیل؟ سردارم گویا که چی بودنی کار را شما نمیدانید. اگر شما وظیفه‌تان را حقانه انجام میدادید حالا من در اینجا نمیشدم. دمت را گیر یگید. طبق قانون کار کردم. شرط نیست که از تو عذر خواهم. من کار درست را انجام دادم. از این لیاز تو به محبس میدرویی. ما را کجا آوردن سمی؟ من از کجا دانم مینیک؟ ببخشید خانم آرزو. باید این کار رو میکردیم. هیچ گپ نه. این وظیفه اتون بود.
آمدید اولی جناب؟ آرزو دخترم، شما را همراه خودمان دیدن شرفی بزرگ است. از این پس کارهای پیشگار را ما میکنیم. اطاعت میکنیم اولی جناب. اکبابا کجاست؟ از پای فرمان عملیاتی داده‌تون هستم. بیایید میرویم اولی جناب. زودتر رفتم لازم. نجیب سردار راست میگوید یگید. پشت دهانت را خب کن. کاری من با تو حالا تمام نشده است. مادامی که وظیفه‌تان را اجرا کردید، پس چرا کایمینگ آزاد است؟ برای چی پیسگار آزاد بود؟ چرا تا به حال به قسم‌های حربی ما حمله کرده افسران ما را شهید بکنند سردارم؟ خوش گپ زنید و من جواب دهید. برای چی؟ یگید من دنیا را تنها خودم نجات دادن نمیتوانم. چیزی که از دستمان آمد کردیم. تا جانم برآمدن هم این کارم را دوام میدهم. بسیار خوب سردارم، شما دوام دهید. من قصاصی پدرم، زوجم و شخصان دوستاشم را از قاتلان گرفتم. پیسگار را به قعر دوزخ روان کردم. اکنون میتوانم آرام بخوابم. برای کی این کار را کردی؟ برای وطنم. یگید از برای خدا گپ نزن. تو به این سخنهای خود باور میکنی؟ البته باور میکنم. یک وقت و یک یگید را به یاد آوردم. وقتی که برویش توف میکردند از نفسش میترسید. چی بودن حق و باطل را تو هم مثل من میدانی. تنها خودت اعتراف نمیکنی. چقدر که میخوای خودت را فریب کن. در محبس برای فکر کردنت وقت بسیار داری. آن وقت برای فکر کردن وقت بسیار داری. مقصد آمدن ما را به اینجا البته میفهمید. از این پس موسم نو را آغاز میکنیم. موسم پیشگار خاتمه یافت. اکنون به جای حجره‌های پیشگار حجره‌های اگر تفاعلت را آغاز میکند. از این رو باید ساختاری نو را تشکیل کنیم. پس از اثرهای جنگ سردین هممون دیدیم که برای گروه ما یگان سوده نبخشید. احتیاج به خونی تازه داریم. خونی تازه معنای سرشبی نو را دارد. روده هایمان را تازه میکنیم. علاوه به این پلیس و سودیالی خیلی هم فعال شدند. باید نه تنها کارهای داخلی دولتی بلکه عملیات های بین المللی را هم انجام دهند. دولت از آواره شدن با کارهای خارجی و عملیات های تروریستی باید سرش را نبردارد. جنگ بزرگ شرکت های کلان خارجی و میدیا را تشکیل میکنیم. در این وقت باید از خلق تا حد امکان مدد طلب کنیم. ارکن کاندو بعد جنگ کیپر سال 1975 تشکیل شده است. هدف آن روزه ارکن کاندو این بود که در حال ترکیه را از خود کند. آن وقتا کارهای ما خلایتر و آسان بود، زیرا درهای دولت به سوی دنیا مثل حاضر را کشاده نبود. با آسانی ساختار انارخی را جاری کردیم. همه را زیر خون قرار دادیم. امکانیت های انقلاب کنی هم آسانتر بود، اما پیسگار ناگهان همه فعالیت های ما را برباد داد. ما تا امروز انتظار به سر این وظیفه آمدن را بودیم و در نهایت وقتی آمده است که روی صحنه براییم. اکنون ما با حیث تماشابین و با حیث بازیگر به صحنه می براییم. این ساختاری نو برایمان برد کلان است. در این موسم نو فعالیت سیاسی ما را هم دوام خواهیم داد. کامیابی های انجمن برای پیشرفت انجمن بین المللی نقش مهمی را می بازد. با برای دیگر آینده انجمن بین المللی وابسته به ظفرهای ما و ارکن کاندو می باشد. عملیات های تروریستی تابستانمان را ادامه خواهند داد. ما باشیم در موسم تیر ما باز رو به حمله می آریم. همه آماده باشد. کایمینگ و دیگران اینجایند؟ بله عالی جناب.
یک لحظه اینجا حبسخانه؟ در اینجا چیکار میکنی؟ آیا خبر نداری؟ از کجا دانم؟ آقای دادستان برای آزاد بودنتان شکایت کرده است. محکمه باشد قرار داده است که تو و پسرگار را دستگیر کنند. پسرگار مرده رفت، تنها تو ماندی. پس که یمینیک و سمیچی؟ آنها همینطور به محکمه کشته میشوند. اکنون ما دور و دراز با هم سر به سر میشویم پیکس. من باوری ندارم که اینقدر دراز دوام میکند یگید. اگر خواهی به درون ندارم کارت رو تمام میکنم. یگید آرام شو. من شما را صحت و سلامت تسلیم کنم، پس آن طرفش کار خودتان. تپرک لابای سردارم تو این حال جنابان را تسلیم بکن. تا سردارم نور دیده روزا چی شد سردارم؟ برای چی اینقدر نگاه میکنی؟ سردارم چی شد؟ یگید برای چی اینقدر نگاه کردید؟ یگان چیز گفتن میخواهید سردارم؟ مرا گوش کن. یگان کاری نامعقولی را انجام ندهی. از سردارم دور است. آرزو؟ تویی؟ التجا میکنم به ما ضرر نرسانه. همه ما در حقیقت نفرانی ارکن کاندو میباشه. برای شما بر این انسانهای بزرگ خدمت کردن شرف است. التجا میکنم به ما ضرر نرسانه. اوی کلاهم نیست. آرام شو مینی. کلاهم را دهید التماس. کلاهم را دهید. اگر کمی دیگر گپ زنی نه سرت رو میابی نه کلاهت رو مینیک. اکنون دوره کلاهداریت گذشت مینیک. مکر و نیرنگی که کردید همه را به خاک یکسان کرد. من حالا یک ساختاری تر و تازه را پیشنهاد میکنم. تر و تازه؟ چی بود اصلا؟ تو حالا شخصی صادقی ارکن کاندو بودنت را قبول میکنی؟ عالی جنابم، چی لطفی بزرگ است برای ما. این شرفی بزرگ است. ارکن کاندو دل و جان ماست. چی پوشیدن به سرمان اهمیت دارد مگر؟ اساس بالای سرمان چی بودن نه، بلکه در داخل سرمان چی بودن است. با فکرهایی که یمینی راضیم. این برای همه ما شرف بزرگ است. چقدر شد سمی؟ عجایبات بسیار همزه بیده است. کمی خورد نیست؟ نه چینی اندازه سرت می باشد. ممدو بس کن، یگان گپ نیست. سلاحت را فرار. چی شد یگید؟ یگان سخن کردن میخواهی؟ نه، من از شما شنیدم میخواهم سردارم. پس سخن تمام؟ در اون وقت زیاد داریم. یگان وقت وا میخوریم. مخصوصا اینجا. من هم به شما یک چیز دادن میخوام سردارم.
شما این را به فاتحه دهید سردارم. مرا دیگر نمی بیند. اقلا چهرم را فراموش نکند. به او بگویید که داده تو را همیشه و بسیار دوست می داشت. هر کاری که کرده بود برای تو کرد، برای آینده تو کرد. شما مرا ببخشید. من هم شما را بخشیدم. دیگر وا نمیخوریم. دوستم، حلال شود. رفتیم سردارم. دیگر از دستمان چیزی نمی آید. راست میگویی. ما تنها وظیفه خودمان رو کردیم. راست میگویی، لیکن کاش که این فعل نمیشد. مندو محترم اگرتا، حالا شما از نیکتان چی میخواهید؟ به فرمان شما در تیاره اول به قندیل میروم. فرمان دهید کردان را دشمن ترکان، سنیان را دشمن شیعه ها کنم. شما فقط فرمان دهید. از تو یک کار خوردکک میخواهم مینیک. مرحمت سردارم. برای ما سوهرا میکشی، پاره از عملیات تازه کنی ما میشوی. با این اقدام خودت را اثبات میکنی که آدمی ما هستی. یعنی جنایت را خودم انجام دهم. آیا یگان اشکالی دارد؟ گوش کنید عالی جناب، اگر خواهد جنگ شهروندی را تشکیل کنم، اما به دستان خودم آدم کشتن امکان ناپذیر است. من شخصی فتنه اندازم، شخصی عملیاتگر نه. آیا نمی شود که من فکرهای خودم را به شما الهام دهم؟ میلش سوها رو به دستان خودم میکشم. برای شما میلش. از همه آن شخصانی که در روی خطند خلاص میشویم. نجیب سردار، سرکمیسر مندو، یگید دیگه است، همش را نیست میکنیم. نباشد گویید که تماما همه را ایوز میکنه. همش را طبق فرمانی داده اتون نیست میکنیم. نباشد همه از پی کارش شود. میتوانید که روید. سلامت باشید.
خانم سلامت باشید. سلامت باشید. درون محبس وقت زیاد دارید. یگان وقت وا میخورید. از بلبلان وطن چه خبر است؟ از مزار بوی بهار می آید. از عشق جلاد چه سوده مادامی که یار هست. از هستی و نیستی در آخرت خدای هست. همه گناه عیب من نیست، در اصل چشم است که به من نظر کرده است. این سرود را یاد کرده، مصرع‌ها برای سرود خواندن کرده است. هرگز کار تقدیر نگو که بالای تقدیر باز تقدیر است. هرچی که میکنند از آسمان باز یک قرار است، فرمان است. گر روز شب شود چه فرق است؟ خدای است که باز شب را می آفرد. گر سوخته خاکستر شوند از آن قلعه خواهند ساخت. پایان شب تاریک سفید است. ز رسیدن اسعار سرها در دست تو کلیدی هست. قلبم عشق دور افتاده را باز پس جیر خواهد زد. هرگز امید از تو نخواهم کند که در دلم نام رمز رحمت توست. محترم مدیر امنیت و محترم سردار مقامات، 6 ماه پیش به نجیب سردار فرمان داده بودیم که در مهلت 6 ماه فعالیت یرکین کاندو را به پایان رساند. او باشد از دستش هر چیزی که آمد به انجام رساند. تبریک میکنیم نجیب سردار.
این کامیابی خاصه به من تعلق ندارد بلکه به هممون. حجره های مثل خوشه انگور پیوست بوده یرکن کاندو را معین کرده یکی از حجره های اساسی آنها را نیست کردیم. حجره که پیساگور راه بلدی میکرد سالهای دراز بود که در این سرزمین نقشه تبادلات و عملیات های سویقصدی را فعالیت کرده مهمترین حجره به حساب میرفت. طوری که مشاهده کردیم حجره های ارکن کاندو با یک مرکز اساسی علاقمند بوده از آنجا فعالیت را پیش میبرده است. اما متاسفانه تا حال مرکز اساسی آنها را افشا کرده نتوانستیم. از این لحاظ مقامات امنیت را کارهای مهمی در پیش منتظر است. کار اول مرکز اساسی ارکن کاندو را دریافت کردن است. شاید با همین طریق آنهایی که زیاده از 100 سال است که این سرزمین را زیر نظارت اسیر گرفته و پایه ملت و خلق را بستند مکان آنها را دریافت کنیم. اما یکی از ساختارهای اساسی آنها که حجره پیساگور بود و پورگی ما آنها را نابود کردیم محترم رئیس. خوب نجیب از هر دویتون میپرسم مادامی که حجره این آدم ها رو افشا کردیم یک قسم آنها در درون و یک قسم دیگرشان مرده است پس چرا تا حال عملیات های تروریستی زیاد شده ایستاده است؟ آرزو میخواهم که کاری نجیب را تو انجام دهی. با چشم عالی جناب. در رفت تازه کردن یگان کمبودی را نمیخواهم. نجیب بسیار چیز را میداند. تا این دم علیه ارکن کاندو عملیات های زیادی را به انجام رسانده است. اکنون وقتی آمده است که باید از او خلاص شویم. نگران نباشید عالی جناب. آیا یگان نقشه مخصوص دارید؟ برای حل این کار تو را وظیفه دار میکنم. عالی جناب من الکی آماده هستم. کاری یگید چی می شود؟ کاری یگید را اکبابه حل می کند. راستی گپ این بسیار هم سوال مهمی می باشد آقای سردار اداره. حادثه های آخر نشان داد که ارکن کاندو نه تنها از حجره های پیساگور وابسته بوده است. یعنی اگر در یک ساختار دیگرگونی به میان آید در اینجا به فکرم که عملیات تازه باید آغاز کنی سردارم. در برابر حجره های فعال بوده ارکن کاندو باز حجره های خوابیده می باشد. اگر پیساگور و حجره هایش نابود که شد جای تعجب نیست که باز حجره های خوابیده جای آنها را می گیرند. یعنی شما با من گفتنید آن شخصانی که ما دستگیر کردیم در اصل شخصانی بودند که دیگر با آنها احتیاج نداشتند و از چشمانشان دور کردند. و پررگی این خیلی شاید که پیساگور آنها را بعد افشا شدن از چشم خود دور کرده است. همه آنها را تازه کردن می‌خواهد. حتی با جای آن یگان شخصی نو را شاید آورده باشد. انجام ارکن کاندو را دیدن اینقدر آسان نمی شود چقدری که حجره پیساگور را افشا کرده و سر آنها ضربه سخت زده باشیم. گفته نمی توانیم که ارکن کاندو را با پررگی نابود کرده باشیم. یعنی شما گفتنید که ریشه آنها در نمی است. ولی جناب لاف سخن مجادله نسبتاً خوب است. شاید که جنگ شود زیرا که هوایی جنگ به میان آمده است. شاید که آنها جنگ خونین را خواهند. در این مورد ما نباید به احساس داده شویم. ما باید مثل پیشین با صبر و طاقت باشیم. این آدم ها از ترس و خوف بای دادن شاید که تا تمام قوه های خود نقشه جنگ را کشیده ایستاده باشند. این سخنهای شما بسیار هم جدی است. ما قوه های امنیت هر چیزی که از دستمان بیاید همیشه آماده هستیم. آقای سرداری دارد ارکن کاندو چی قدری که میخواهد حجره های نو را تشکیل کردن گیرد. بدانم من از شما بسیار چیز طلب دارم لیکن هر کاری میکنید نمیکنید در ظرف 3 ماه تیاری تکنیکیتان رو برای عملیات بزرگ تمام کنید. نگران نباشید آقای سردارم. با مدد خداوند از عهده این کار هم میبریم انشاءالله. آیا در محبس بودن یگید کار ما رو مشکل نمیسازد مگر؟ اکبابه همه طرف فکرش را کرده است. از این پس خطاهایی که پیش میکرده تکرار نشوند. هر شخصی که خطا میکند سرش بریده میشود. فهمیدید؟ در گروه نو شخصانی را میخواهم که امنیت آنها را نشناسند.
در یگان جای به قید گرفته شده و در شکایت نامه ها نامشان نباشد شخصان جسور جان فدایان وطن پرستان را میخواهم. خانم آرزو همه چیز آماده است. این S4 است؟ بله، در محرک بمب را وصل میکنیم. همین که ماشین را به کار در آورد در حال میترکد. برای میندوخ چه فکر کردید؟ پگاه دختری نجیب سردار مکتب را ختم میکند. همه به آنجا میروند. ما راهی که آنها از آنجا میگذرند سنجیده معلوم کردیم. نقشه صدمه را کشیدیم. در دنیا سوی قصد صدمه در جای اول میایستد. واتوس از بالا فرمون اومد. هر دویش رو بکوش. شاید در عملیاتی که علیه گید میکنیم مانع کارمون شود. خوب شد اسک بابا. چه خیلی که شما خواهید؟ برای مسئله یگید با اگر دوام میخورم از من انتظار خبر شوید. با چشمک بابا. جسدها رو چیکار کنیم؟ در اینجا مانید. فهمم. بیارید. مادر کجا هست؟ سانوشی. ایسته. خیری. لبای. خوب هستی؟ بله. اکا شوخی میکنی ها؟ خیری گم نزن. سر دید ما رو رویم؟ خیری بس کن. یگان سوال هم ندادید شما کیستید ها؟ خیری بس کن. چرا بس کنم؟ چرا بس کنم؟ بس کن. ما رو دستگیر کرده به اینجا آوردن. آخر یگان چیز پرسید. خیری. 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 جناب اکبابا آمدند. میخواهد با شما صحبت کند. مسئله یگید را چی کردی؟ واتوس پگاه حل میکند. یگید رو در محبس میکشد. خطا کاری را نمیخواهم اکبابا. چند باری دیگر کوشش کردند اما احمقان موفق نشدند. واتوس کارش رو میداند. نگران نباشید. دو رفیق یگید شد. با فکرم کیها مردند. تو چی کار کردی ها؟ برای چی او را کشتی؟ شما کیستید ها؟ جسدهایشان رو چیکار میکنی؟ همین جا ایستان. زودتر تیار شوید میرویم. باز کار یگید رو حل کردن رو منتظر کن. زودتر شوید بچه ها.
گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، اسمت مکن بغیر که اینها خدا کند. بر سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد، پایان شب سیاه. سفید است. ای دادا، من بسیار با هیجان اومدم. باز چی شد دخترم؟ چی خیلی باز چی شد دادا؟ پگاه روزی ختم کنی دخترت از نجیب. از برای خدا نجیب. فراموش کردم. میبخشید. اینقدر وایما نکنید گویا که دانشگاه تیپ را ختم کرده است. انشالله اینش هم می شود. خدا خواهد دانشگاه رو هم ختم می کند. این تنبل نمی خواهد من به شما گفتم آنم. کی؟ من کفالا میدم که جای یکم رو میگیرم. از آخر یکم؟ کاری تو نباشد. تو خاموش باش. نجیب، باز چی شد؟ چرا چیزی نمیگویی؟ یکم گپ نیست. اکای نجیب، شما برای یگید زق شدید. باید همه ما در خیست و شینمون شکر کنیم. حال یگید برای ما باید عبرت شود. گمان میکند که کار خوب کرده است، اما به احوالش نظر کنید. حالا تنها در حجره می باشد. چی میشد که مثل پیشینه همه کسا در اینجا شادی کرده می نشستیم؟ سردارم دیگر چیکار میکنیم؟ میگویند گوسفند از پای خودش آویخته می شود. ما گوسفند نیستیم که میمدو، انسانیم. همه ما از یک بدنیم. من خدا نمیدونم که زیق شوم یا اینکه عصبی شوم. من هم همین خیلی پیهونه. میمدو رو زخم دار کرد. نجیب سردار رو اسیر گرفت. تصور کردن نمیتوانم. اما اگر حادثه هایی که به سرش آمده رو فکر کنیم، آنها هم به عقل انسان راست نمی آیند. من دیگر اکای گید رو دوست نمیدارم. گوش کن دخترم، کلمه دوست نمیدارم زیب دهان تو نیست. تو پروای اونها رو نکن، از سر دور کن اینها رو. دادام راست میگوید دپا. تو خاموشین. مالش فراموشش کنید. کار شده شد. صحبت خوب کنیم. کار توی شما چی شد؟ انتظار هستیم. حالا سرمون رو برداشته نمیتوانیم. اکنون دیگر یگان مانع‌گیری نیست سردارم. شما کمی چقال شوید. در کارهای خیر عاجل شدن فایده دارد. دیگر به مهلتی دیرتر نگذارید. خونه راست میگوید. دیگر دراز نکشید این کارو. بین خودمون یک صحبت خاصی داشته باشیم. نمی شود سردارم. آیا یک سرمؤلف بزرگ خانم رعنا با یک توی عادی خانه‌داریش انجام میدهد؟ مثلا من فکر میکردم که تویم رو در چیرگان میکنم. من هم همین رو در نظر داشتم. به شما میگویم بیدار شوید. آن وقتی خیالات افسانویاتان خاتمه یافت. تو فکر حولی ما را کن که این کار رو با همین تمام کنیم. راست من توی پر دبدبه رو نمیخواهم. خیر کنی سهر شود. رفته پگاه کار عقد نکاح رو به خاتمه میرسانیم. هفته آینده توی را سر میکنیم. مایلش سردارم. فرمان اجرا می شود. فردا رفته این کار رو تمام میکنیم. نشونیدم نگویید. توی بکنیم. توی. دادا چرا با این ماشین ویرانه آمده؟
خدا راست میگوید دادا، در نزد همه شرمنده میشویم. دخترم چند بار به شما گفتم دولت این ماشین رو برای خدمت خلق بر من داده است، برای کیف و صفا کردن نه. کنی بس کنید سوال دیگه رو دیر میمونیم، مراسم سر میشود. من چخیر شدم پیرانا؟ آه خیلی زیبا شده ای. رنگی سفید به تو خیلی زیبیده است نوربانو. کنی با نزدیک گناه ها رفت. از تحفه پنهانی دادم خبر دارم؟ نه یکون گپ نگفتم. باز چی گوشکی میکنید ها؟ سردارم خیر مالش فکر کدام نقشه رو میکنید ها؟ کنی رو جانتم. بیا ما هم میرم. خانم تو چی داری؟ خلق کردن دخترت رو فکر کن، این چی حال است؟ دیشب یک خوابی عجیبی دیدم، مرا ناراحت میکنه. فکر میکنم بخیر است. چی دیدی؟ در خانه بودیم با تو و کودکان، گریه کرده الویدا میگفتیم. بعد در باز شده پدرم سعیس آمد، اما در صورت جوانیش، اما که یقبی خودمون. پس آن از دستم داشته مرا بردند. انشالله که بخیر است. بیا میره. ماشین رو عوض کرده است. هیچ گپ نه. بیا تستر رو انجام دهم. مایلش باش یگان کس نبیند. یکی رو میدونی با دقت شوید، شخصی ساده نیست، بسیار عیار و جسور است. لباس ها را پوشید، لوازمات را در درون به تو یک شخص میدهد. نامش جاوید است. ها فهمیدم. زود باش زودتر. کمتر دیگر ما کلید را کتاب دهد ماشین میتر کرد. خوب میشود که در نزدیکیش نباشه. این حادثه بزرگ را دیدن میخواهم. دادا کلاهم رو در ماشین فراموش کردم. آفرین دخترم. باز روشت درکیم کجا؟ از هیجان شده پیونه. من رفتم میگیرم. نه من خودم رفته گرفته میارم. قریب بود که خودش رو فراموش میکرد. خیرش گم نه خانم، در جوانی که کارها میشود. دخترم نوربانو با دقت باش. آقا از ماشین گرفته میآید، برای چی با ما میکنید؟ از کجا دانم؟ امروز خودم رو کیم چکل حس میکنم. او در هیجان است، شما باشید از او زیادتر در هیجانی. چخیر شده؟ آنا خوب شد. شتاب نکن، کار رو تمام کرده بیا. اگر یکان حادثه رخ دهد ما میرویم، تو چاره خودت رو میابی. مایلش شما روید، فکر من رو نکنید. مانده نباشه. تشکر. مایلش مرحمت دارو. رحمت.
خوش آمدی و تو سلامت گفت. کنیم بیا یک صحبت کنیم. در دست من یک امانت داری. دختری نجیب می آید. زودتر کار انجام ده. کمتر دیگر من حاضر تمام میکنم. گفتم دختر می آید ما رو میبیند حاضر زودتر. تمام شد تمام. در اینجا چیکار میکنه؟ ماشین ویران شده است. آیا این ماشین آقای خلیل نیست؟ چی خیل خلیل؟ این ماشینی دوستی داده من است. نتگون خلیل نیست. ببخشید خطا کردم. سلامت باشید. نفهمید؟ نه همش خوب است. بمب رو وصل کردی؟ بله بمب رو به یگون مشکلی گذاشتم. امانتت در اینجاست. مرا گوش کن با دقت باش دستگیر نشوی. بعد از نیم ساعت به حجره او می روی. وقتی تنفس گفته برای برآوردن او به داخل حجره می روی و بعد تو نگران نباش. سلامت باش. من تو رو با در عقب می گریزانم. در اینجا وا می خوریم. مایلش. یک عمر اینجا را چگل تحمل میکرده باشم. هی! وقتی هوا خوری نشده است مگر آخر میکفم در اینجا نفسم بگیرد. بیا کایامینیک تو در اینجا چیکار میکنی؟ سوها جانم ماشاءالله بسیار هم خوب شده ای. نه نخیز ناراحت نشو در کار نیست. من نخستم. برای چیکار به اینجا آمدی؟ برای خدا سوها این چی خیلی سخن است. دوست پیشینم را که بسیار دوستش میدارم زیارتش نکنم مگر؟ نکن مینیک. دف شب از اینجا دف. خانم آرزو کایامینیک حالا در حجره سوها است. من منتظر او هستم. بسیار خوب. کایامینیک را تمام کرد به من خبر ده فهمو؟ مایلش خانم آرزو. کایامینیک به بیمارخانه در آمده است؟ بله حاضر باید برای خبر دهیم. اکنون نوبت به طلبه پیشقدم مکتبمان آمد. او را با کافکوبی به صحنه دعوت میکنیم. جای اول نوربانو یلماز. تبریک میگویم. از توفه گفته‌تان این بوده است. بله ما میدونیم نوربانو خواست به تو توفه کنم. تشکر معلم. خدایا شکر تو را میکنم. این روزها را هم دیدم. تشکر معلم جان.
مبارک شود سردارم. یکم جا گرسی بچی خاموشا کنید. من با مدال طلای مکتب رو ختم میکنم. رانو آیا این تلفنی تو نیست؟ چی؟ تلفنت زنگ زده اینجا دست میشنم. بله. تشکر میده. لبای روز بخیر. با رانو خانم گپ میزنم. بله من هستم. شما کیستید؟ رانو خانم آوازتون پس میآید. یک دقیقه چی گفتید نمیشنوم. الو چی میگویید؟ شد رانو؟ میگویم که پدرتون رو میکشند. پدرم؟ شما کیستید؟ یک دوستتون. زودتر باید به بیمارخانه روید. حالا وقت دارید. شاید او را نجات دهید. چی شد رانو؟ یک زن زنگ زد. گفت که پدرت رو میکشند. چی؟ مندو التجا میکنم بیا زودتر رویم. بیا زودتر مندو زودتر. برای چی به اینجا آمدی؟ چیزی که گفتنی داری بگو و برآمده رو. روی تو را دیدن نمیخوام. سوها جانم، عزیزکم، استادم، دلم رو میشکنی. پلیس های بیمارخانه را خبر میدیم. میلش میروم. با تو موفق بودنت را میخوام. موفق؟ چه خیل؟ شب بخیری یارو دوست. چی دیوانگی میکنی؟ چی دیوانگی میکنی؟ خبر میروی. بیهوده زور نزن سوها. هرگز زور نزن. کسایی مرا فروختن تو را میگیری. تو حیوان، به شرفی حیوان هستی. زودتر میمدو زودتر. با نجیب سردار خبر نداده. وقتمون تنگ است. زودتر. اونها رو نباید ناراحت کنیم. هیچ گپ نیست. سردارم اهل فهم است آید این خیل کارها. شاید اون کس شوخی کرده باشد. من از کجا دانم؟ بیا آخر زودتر رویم. مایلش من با پلیس بیمارخانه خبر میدم. مایلش فقط زودتر. نکن. احمق در جوگه خوابش مثل خیز به قوت است. ماره مونده کرد. ما از یک توش خلاص شدیم. رقم حجرهش 512. در حال رفتن نظارت کنید. من در راه میباشم. حاضر میرسم. فریبی ما رو نفهمیدند. لبه آرزو خانم. مندو و رهنو به راه برآمدند. به طرفی تو میآیند. چیکار کردنت رو میدونی؟ شما نگران نباشید. این باری اول نیست. مایلش. این پلیس برای چی میدود؟ باز با حجره سوهانه دروید. حرکت نکن. دست را بالا کرده با این طرف گذر. در اومدنی بودم دیدم که از هوش رفته است. دکتر رو فریاد کنم. دروغ نگو. او را تو کشتی. باور نکنید من بدنم رو کابید. برادر جانی هم است. میخوام دکتر رو فریاد کنم. بیا از اینجا رویم. بیا زودتر از اینجا رویم. نباشد مرا سیاهی زیر میکند. بیا زودتر رویم. چیکار میکنی؟
چیکار میکنم؟ میگریزم. دقت باش، آرام شو. چه خیلی آرام شوم؟ شیمم رو تر کردم. مرا گوش کن. بر تو گفتم که آرام شو. اینجا بیا. اگر خواهی که کار رو با تو نخلم آرام شو. مایلش آرام شدم. انا رفتی. آرام شو. جونکی من، آفرین با تو. رانا و ممدو با کجا قلب زده باشن؟ نمیدونم، حضور همینجا بودن. اگر خواهی زنگ زن. خدایا او چای بینه؟ یکم جا رو گرفتم. الو ممدو، از پیش چشم ما کجا قلب زده؟ سردارم، یک تلفنی عجایب شد. با بیمارخانه‌ای که آقای سوها هست میرویم. چه شد که؟ نمیدونم. برانو زنگ زدن. گفتن که حیاتی آقای سوها در خطر است. نباشد من حالا با پلیس بیمارخانه زنگ بزنم. سردارم، من الکی زنگ زدم، سر و کار میگیرن. بسیار خوب، نباشد من مقامات که اطراف بوده رو با بیمارخانه روان میکنم. باز چی شد؟ یگان گپ نیست، بیا رفتن ما لازم. گوش کن. تبریک میکنم. با تو چقدر که افتخار کنم باز کم است. تشکر دادا جان. در حیات سرم بهترین توفه رو برایم هدیه کردی. اوچه هم پیش از این حس میکردن که من جای یکم رو میگیرم. الپریم کجاست؟ بازی نشکم شد. نجیب چرا خواطر میشوی؟ حاضر میآید. شما زودتر با ماشین سوار شوید. من الپرین رو گرفته میآیم. شما روید. بیا دخترم، بیا. الپره. تشکر. الپره. پدرم جواب نمیدهم. باید چی حدیثه ایره دو دست ممدو. حالا ایست، اینقدر نگران نشو. میبینی که رفته ایستاده. ممدو التما زودتر های کن زودتر. خوب بیاید. درونی ماشین بسیار گرم است. دخترم تریزه ها را کشم کمی هوا درآید. این کودک کجا رفته باشه؟ باز برای خودش مکانی بازی یافته است. ماشین شمال دهک ندارد؟ از کجا دونم کنی دادت باید؟ من نمیدونم این رو. قریب مونده است که از گرمی پسم. برای چی نجیب نآمد؟ نمیدونم. فیره بیمار رو نفهمیدند. زودتر ممدو زودتر. و از این ماشین گذر آخیر. مایلش التماس میکنم. راه ده بامو برادر. با دقت باش ممدو. و دیوانه چی کار میکند؟ خستم با ما راه نمیدهد. با چی کار میکنی برادر؟ با آینه نگاه نمیکنی تو؟ کجا شدند اینها؟ الپرین، من با تو چی گویم؟ احمق شده ای، مردیم از گرمی. اوچه من رفته اونها رو میارم. رفته اونها رو بیار تستر. در کجا بودی تو؟ تولگاه رو دیدم. با درباره جام جهان صحبت کرده. زودتر با ماشین سوار شوید. زودتر کار داریم. کنی زودتر. رو گرد.
شمال دیهت چه گریان می شده باشد. خدایا این دیوانه چیکار میکنه؟ نمیدو نیت این آدم خوب نیست. تو از کجا میدونی که نیت من خوب است یا بد؟ این دیوانه رو گذاریدیم باز. نمیدو دقت کن. ماشین که خاموش از شمال دیهک چقل کار کند. ماشین مثل تفتون گرم شده است. به خدا او چه میپسند. شمال دیهک ماشین ویران است. حالا گرکنک را به جای شمال دیهک گیران میدیم. نجیب همه آید. این زن در داخل ماشین چیکار میکند یا ماشین رو به حرکت میدارد؟ نه نباید. گردون شود نون.
مگر نیم ساعت نشد مگر ای آخر من با کی گپ بزنم آخر مردم در اینجا نفسم گرفت ای در اینجا کسی نیست مگر آخر وقتی هواخوری نشد مگر وقتش آمد آماده شو مادامی که تنفس میخواهد یک دو جایش را تیغ زن خوبتر هوا گیرد زودتر باشد آخر وقتی هواخوری که ها گذشته است خیرت ای برادر نهایت آمدید باور کن اگر نمی آمدید از غم و غصه در اینجا میکفیدم آخر چرا اینقدر ناز میکنی ها برادر مگر 2 دقیقه برفتر می آمدی میمردی بخشیش کمتر کار داشتم خیر چیکار کنیم حالا من به این محیط عادت نکردم تا آموخته شدنم کمی طاقت میکنید تو با اون تیغی درونی آستی نکن گمان نمی‌کردم که قصد جانی من میکنی ولی افسوس خطا کردم افسوس بیا چیکار کرد؟ کار حل شد زنده ماندنش امکان ناپذیر است از مردنش امین هستی؟ نگران نباش امینم بیا من تو را برارم 1 دقیقه جسدش رو چیکار میکنی؟ این رو وقتاف حل میکنه رفتیم بیا میدونستم که یک روز البته این کار میشود عجبا برای چی بسرم فکر این خیل بردن نامد افسوس از بلبلان وطن چه خبر است؟ از مزار بوی بهار می آید. از عشق جلال چه سوده مادام که یار هست. از هستی و نیستی در آخرت خدای هست. همه گناه عیب من نیست، در اصل چشمی است که ما را نظارت است. این سرود را یاد کرده مصرع‌ها برای سرود خواندن کرده است. هرگز کار تقدیر نبود که بالای تقدیر باز تقدیر است. هر چی که میکنند از آسمان باز یک فرمان است. گر روز شب شود چی فرقی است؟ خدای است که باز شب را می‌آورد. گر سوخته خاکستر شوم از آن قلعه خواهم سوخت. پایان شب تاریک سفید است.
ز رسیدن اسرار سرها در دست تو کلیدی هست. قلبم عشق دور افتاده را باز پس جیغ خواهد زد. هرگز امید از تو نخواهم کرد که در دلم نام رمز رحمت توست.